ببینید آزادی زنان مسلمان تاجیک به کجا آورده رسانیده. شراب می نوشند و شراب نوشی هایشان را به نوار گرفته در شبکه های اجتماعی به نمایش می گذارند. و شما زنان مسلمان تاجیک هستید، مگر از الله سبحانه و تعالی نمی ترسید؟ با سری لچ و لباس های تنگ و نیم برهنه خود را به نمایش برآوردنتان بسی نمیکرد که باز شراب نوشی هایتان را به نمایش برآوردید؟ ببینید، شراب را الله تعالی حرام قرار داده است و می‌فرماید شراب عمل شیطان است، پس از آن دوری کنید تا رستگار شوید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند هر چیزی که مست میکند حرام است. خواهران مسلمان، شراب عقل را نیست میکند، دل را سیاه میکند و انسان را از رحمت الله دور میکند. شما زنی مسلمان هستید، با عزت و با شرف باشید، از شراب دور باشید. حالا هم فرصت دارید توبه کرده به سوی الله سبحانه و تعالی برگردید.